معرفی سامانه هشدار عمومی از طریق تلفن همراه. فکر کردی اگه یه اتفاق اضطراری بیفته، مثلا زلزله، سیل، سونامی یا حتی یه تهدید نظامی، چطوری میشه همه مردم رو سریع و مطمئن باخبر کرد؟ خوشبختانه الان با گسترش تلفن‌های همراه یه فناوری جدید به اسم پخش سلولی یا همان سل برودکاستینگ راه افتاده که دقیقاً برای همین کار ساخته شده. پخش سلولی یعنی پیام از طریق دکل‌های تلفن همراه فرستاده میشه به طوری که همه گوشی‌های روشن توی یه محدوده مشخص همزمان یه پیام هشدار یا اطلاع رسانی دریافت میکنن. نکته جالبش اینه که این پیام‌ها نه با اینترنت میان نه با پیامک، بلکه مستقیم از شبکه تلفن همراه فرستاده میشن. یعنی حتی اگه اون لحظه اینترنت نداشته باشی، بازم پیام اضطراری به گوشیت میرسه تا بدونی باید چیکار کنی و از خودت و خانواده‌ات محافظت کنی. ظاهر پیام ممکنه با توجه به مدل گوشی فرق داشته باشه، ولی معمولاً همراه با صدای هشدار و یه متن کوتاه روی صفحه ظاهر میشه. این فناوری توی کشورهای زیادی مثل هلند، آلمان و فرانسه استفاده میشه و حالا قراره برای اولین بار توی کشور ما هم در قالب یه رزمایش امتحان بشه. اگه موقع رزمایش توی محدوده‌ای باشی که پیام فرستاده میشه، یه هشدار به صورت خودکار روی گوشیت ظاهر میشه با یه صدای مخصوص که سریع متوجهش میشی. نگران نباش، هیچ تهدید واقعی وجود نداره، فقط سامانه داره ارزیابی میشه. اگه هم برات پیامی نیومده، اصلا جای نگرانی نیست، احتمالاً توی محدوده رزمایش نبودی. بعضی گوشی‌ها هم به دلیل قدیمی بودن و عدم پشتیبانی ممکنه این پیام رو نشون ندن. این پیام‌ها از دکل‌های مخابراتی فرستاده میشن و موقع بحران منبع رسمی و قابل اعتمادن. سازمان پدافند غیرعامل کشور